امیدوارم حالتون خوبه درجه 1 باشه. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. همینجوری برش داشتم گفتم داشت بیا بشیم ویدیو بگیریم. اصلا نگفتم قراره چیکار بکنیم چیکار نکنیم. حالا البته الان قراره بفهم اسمش یه چیزی گفت یا یه چیزی. آقا امروز قراره زنگ بزنیم به چند تا رفیقامون و اینکه به هر کدومشون قراره یه چیزی بگیم. به یکی قراره بگیم تصادف کردیم، به یکی قراره بگیم آدم کشیم، ببینیم واکنششون چیه. رفیقای من خوابن وصیتش الان ان شاءالله که بیدارن جواب بدن میرن سر کار. و آقا امروز به اندازه کافی صحبت کردی، وقتشه که خفه شی. بریم ببینیم واکنش سمیشون چیه و اینکه امیدوارم واکنش خوبی نشون بدن. بریم سراغ ویدیو. به کی زنگ بزنیم اول؟ به کی زنگ بزنیم اول؟ میخوای تو زنگ بزنی اول؟ من زنگ بزنم. به کی میخوای زنگ بزنی؟ آقا واسه به اون زنگ نزن الان که. کی زنگ بزنم الان؟ به چی زنگ بزن؟ به یکی از رفیقات زنگ بزن. اوه ببین کیو پیدا کردم. 2 ساعت بعد مثل به حمید رفیقم زنگ بزنم. حمیدرضا؟ آره. وای چی میخوای بهش حاجی بگی؟ این رفیق 7-8 ساله من خراب کنه واقعا کات اوه کات فوره. حاجی خیلی بده. قراره در آینده ببین مرزا چی میگه. دعوا این دعوا باشه میاد. بگو که با رامتین رفتیم بیرون یه جا دعوامون شد، گرفتم ما رو زدن، تو میتونی خودتو برسونی؟ ما خیلی مثلا اوضاعمون خرابه. آره بگم به اون پسره داشت. بعد صدات هم یه جوری کن قشنگ انگار واقعا تو پیروزی هم چه من یه جایی تو هستم. خونه یه دقیقه نشستیم میدونیم الان کجا رفتم پاتوقشون کجاست. آره بگو این سگ زدن مثلا. 2 ساعت بعد جواب میده نه؟ جونم عشقم. الو حمید جونم. خوبی؟ خوبی؟ خوبم خدا رو شکر. جونم. حمید یه ناکن ما داشتیم مغازه رو میبستیم، خب یه 4-5 نفر جلومون رو گرفتن، عین سگ گرفتن زدنمون. بچه نمیدونم فکر کنم اون داستانه بود دختره. کجایی الان؟ ناکن الان اومدیم خونه یه چند دقیقه بشینیم، بعد الان پاتوقشون هم میدونیم کجاست. بریم؟ کی میای؟ الان میتونی خودتو برسونی؟ بذار ببینم. به زنگ میزنم وایسا. باش. بنری؟ نه بابا میکنه. بابا بهش میگفت میدارم میمیرم. ایسا گفت زنگ بزن. خب آقا این اولی که پیچون داشت قبول کن پیچونده دیگه اصلا. نه داشت الان شرط منم نمیپیشونه. این فکر کنم میخواد زنگ به باباش، دیدم باباش صدا کرد میخواد موتور بگیره بیاد. میبندی؟ میبندم. سر چقدر؟ پول ندارم. بریم تا رفیقش زنگ میزنه که بعید بدونم به یکی دیگه زنگ بزنیم، به یکی از رفیقای من زنگ بزنیم. بذار به پویا زنگ بزنم. داش میاره. پویا پاکلاله کیه؟ نه این بویا رفیق راه پاکلاله. حالا خدا کنه این جواب بده. بله. الو الو پویا خوبی؟ سلام مخلصی. چطوری؟ رامتینم. جان؟ رامتین چه خبر؟ پویا یه دقیقه جدی باش داداش، برام پیش اومده. چی شده؟ حاجی من ماشین شوهرم اینا رو برداشتم، خب رفتم سمت سمت پیروزی، اومدی یه دور بزنم. خب سمت کجا؟ سمت پیروزی اونورا. گوش کن خب حاجی الان من با ماشین زدم به یکی، چیکار کنم؟ چه گویی میخوای بخوری؟ کلیپای یوتیوبه؟ نه داداش کلیپ یوتیوب چیه؟ کلیپای یوتیوبته. نه پویا جدی دارم بهت میگم. پویا مسخره بازی دقیقه در نیار داداش. داداش انقدر شما مسخره بازی در حالا جدی داداش جدی دارم میگم با یارو تصادف کردم. یارو داره تلزی میکنه جلوم. چی میکنه؟ داره میمیره، نمیدونم چی کارش کنم. و چی اصلا گواهینامه ندارم، هیچی ندارم، زدم به یارو هم اینجا این وسط هیچ سگم تو خیابون پر نمیزنه. الان کجایی؟ سمت پیروزی هم. لوکیشن بفرستم برات بیا یه دقیقه تو رو قرآن. شما فرمانی
فرمانیه چی کار میکنی؟ داداش اومدم فرمانیه. داداش من نمیدونم، خودتو برسون. میگه با ماشین زدم به یکی، الان حالش رو جلوم داره خونریزی میکنه. ما میخواد عجب خریه داداش. من میگم الو الو تو کی؟ رانتی تایی؟ بابا علی داداش جورو قرآن فکر میکنم منم شوخی میکنم. میگم زدم به یکی. ماشین سوار میشی؟ داداش ماشین شوهرم رو پیچوندم داداش، خوری شدم زدم به یارو. بعد میاد. میگم ماشین شوهرم رو پیچوندم داداش، برم یه دور بزنم بگم برام. جون زنی؟ داداش چه شرایطی آقا تو داری چیز میکنی؟ نه جون مادرت. داداش دارم میگم زدم به یارو داداش. داداش تو نمیتونی بیای من زنگ بزنم به یکی دیگه بیاد. کجایی؟ من سمت پیروزی هم. میخوای لوکیشن برات بفرستم؟ بفرست الان میاد. میای؟ بفرست آره الان میاد. علی داداش چی بهت بگم؟ با معرفت تر از تو زندگیم ندیدم. چیه؟ میگم با معرفت تر از تو زندگیم ندیدم علی. گفتی؟ داداش این ویدیو بود. صدات هم رو آیفونه. داداش دمت گرم ها. به قرآن سربلندمون کردی. این پویا داشت آبرومون رو میبرد. اشکانی داداش. به قرآن اصلا یه دونه باشی. داداش کاری نکردم. آره ازم خلاصه نگران نباش. داشتم ویدیو میگرفتم. نگران نباش. حالا بعدم به زنگ میزنم. عشق منی. عشق منی. قربونت خدا. بده بینه. بیا حالا تو به یکی دیگه زنگ بزن. اوه بچه اون نفر قبلیه زنگ زن. یا الو من الان تو میدونم. میدون کلان داری؟ آره منم اونجا وایسا تا بیام. الو حمید دادم ها. با چی داری میای؟ من پیاده ام آجی، موتور ندارم. آجی دمت گرم حمید داری میای. دارم میام. وایسا نیا یه لحظه نیا. ناگو ما داشتیم ویدیو یوتیوب میگرفتیم. ناکن وسط پرچم و دمت گرم آقا. ناکن رامتین داشت میگفت این نارفیقه این نمیاد. دروغ میگه. ایو بابا. قطع کن دیگه. الان من دیگه برم خونه. برو خونه داداش. دمت گرم. دمت هم گرم. بیا علی بخورش. بگردی فقط رفیقای تو هم. بابا من دیگه رفیق ندارم. رفیقاش تموم شد. همین یه دونه فقط پاکار بود. این یه دونه. چو بگیم به رفیق زنگ بزنیم ببینیم. الو محسن خوبی؟ الو تو ایران؟ آره منم آجی. چه خبر؟ ببین یه چی میخوام بهت بگم آجی. من الان داشتم میومدم از مغازه، سر راه آجی گوشیمو خفتمون کردم. با میلاد بودیم، گوشیمو زدن. میلاد بودی؟ خب آره مغازه رو داشتم میبستم. میگم الان حاجی جاشو بلدم. میای بریم بگیریم یارو رو، گوشیمو بگیریم. داداش به پلیس باید نمیزنی. جای کیو باید؟ داداش پلیس نمیشه آخه بابا. یارو میگم بچه پارک هم هست. داستان میگم نشه یه وقت. داداش من رزمی کارم که بیام بگیرم. داداش تو حاضر نیستی به خاطر من بیای؟ داداش من یعنی واقعا فکر کردی من بیام اونجا چاقو بخورم گوشی تو رو بگم با بری به پلیس بگی؟ ای من شاید توی رفاقت آقا محسن. داداش خطرناکه. بیا با هم بریم پلیس به پلیس بگیم. چی؟ داداش ولش کن پلیسو. داشتم ویدیو میگرفتم آجی. میگم بیا بریم به پلیس بگیم. داشتم ویدیو میگرفتم میخواستم واکنش تو ضبط کنم آقا محسن. خب صبر کردی. خب هم واکنشم درست منطقی. کار نداری؟ نه کجایی؟ من خونه. نه خودتون؟
آره دارم ویدیو میگیرم. حالا کار نداری بهت زنگ میزنم. بذار ویدیو تموم شه زنگ میزنم. باشه. البته راستم میگفتن یه لحاظی چرا منطقی نیست واقعا بیاد بره یارو خف کنیم. به آقا من چی بگم؟ همین حرفی که زدی و من زنگ میزنم بره. آره بگو موتور صابکارم. من همه رفیقام بی پولن. خب راست میگی چرا بگی که اوه محمدیو زنگ میزنم. محمدیو زنگ میزنم. محمدی زنگ میزنم چی بگم؟ ها چی بگی؟ اون بچه چیه؟ اون هفته تیر اون نمیاد. زنگ بزن محسن محسن فکر کنم بلاکم نیستم ولی قراره زنگ بزنیم به نفر آخرت. اگر گفتی کیه؟ کی میخوای زنگ بزنی؟ میخوام زنگ بزنم به ادیتور عزیزم. اوه امین. آره زنگ بزنم بهش. پولدار مولا رو بگو بگو با موتور صابکارم تصادف کردم پول بده ببین چی میگه. او حالم بده نمیدونم پام بگو ترکیده. بده رایف. به نظر جواب میدن جواب نمیده آجی. گوشیشون همش رو سایلنت البته. امیدوارم جواب بده فقط. جواب نمیده آجی قد. جواب نمیده بنظرم. الو. سلام امین. چطوری؟ خوبی؟ آره ممنون. امین یه بد دادم امین. ها؟ بد دادم. آها اوکی من تو دستشویی ام آجی میتونی بعدم بهم زنگ بزنی؟ داداش ناکن داداش من الان موتور قاسم رو برداشتم خوردم زمین. آره بعدم ناکن اسبام داره خون میاد. کجایی الان من یه دقیقه آوردم پارکینگ خونه خودمون. آها خب الان آوردم ناکن این موتورش بد نگاه رفته. کسی زده به یا افتادی زمین؟ خودم خوردم زمین نمیدونم زمین لیز بود چی بود. کجا خوردی زمین خب؟ اون تو خیابون پیروزی اینا خوردن. تو که بلد نیستی راه بری چرا موتور رو منفی برمیداری؟ داداش تو بلد نیستی راه بری؟ داداش الان بس جدیه. آها ببخشید آها تو دستشویی هم خب داداش الان خب بگو الان من چیکار ناکن بس یه کوچولو پول مول برام بیاری موتور قاسم اوکیش کنم. چی؟ الان یه پول مول داری بده من فقط موتور قاسم اوکیش کنم. چی شکسته مگه پول میخوای؟ ناکن فلاب ملاپ شکسته کلا رفته. اصل بوده؟ آره همین تو سرزاف کلیک اصل گرونه پلاپاش اصلا تو تهران اصلا کم گیر میاد. داداش اینجا حالا من چیکار کنم؟ حداقل یه کاری بکن دیگه. چقدر میخوای خب بگو. چقدر داری؟ من اونقدر دارم تو بگو چقدر تو بدم میکانیکی من بیام. ناکن من بقیه‌شو دارم یه 20 تومانی داری بهم بدی؟ داداش بقیه‌شو داری یعنی تو چقدر داری؟ تو 200 تومن داری. من لطفه به کامیون ها. الان هستی بیای؟ کجا خب؟ میخوای شماره کارت تو بده من پولو بزنم؟ نه ناکن الان من خودم نمیتونم راه برم. بیمارستان تو پارکینگی تو که. خب دیگه الان من با این پا چطوری برم خونه؟ پول بیمارستان داری؟ پول من هیچی ندارم. یه شماره کارت بده بعدش 30 تومن بزنم. دمت گرم. نگاه کن اوکی هستی یا نه با اون 30 تومنه؟ حالا اگر بیشتر هم خواستم بهت میگم. نگاه کن برو خب آدرسم به من بگو شماره کارتو برام پیامک کن خب من باید پولو بزنم بعدش آدرسم بده که من بیام اینا رو بری. الان میکانیکی باز نیست خب مشکلیه. نمیدونم برم حالا بیمارستانم رو ببینم میتونم برم اوکی کنم مکانیکی و فردا صبح زود پا میشم فردا از ساعت 11 مغازه باشم. اوکی تو آخر شماره کارت برای من بفرست چقدر بزنم آخر؟ یه 30-40 تومن بزن. چقدر؟ 30-40 تومن. نگاه کن من 30 تومن چون الان برات میزنم خب صبح بعد 10 تومن دیگه واریز میکنم اوکیه؟ اوکی باشه بی شماره کارت یاد نره برام. امین چیه؟ خوشگله. امین داداش دمت گرم واقعا فکر نمی‌کردم تو پول بزن باشی.
داداش داریم ویدیو میگیریم همین خواستیم ببینیم واکنش تو چیه. داداش من گفتم این پول نمیده به تو. همین ادیت خوب بزنی ها. اوکی داریم ویدیو داریم میگیریم. آره داداش ویدیو هم قراره باید بفرستم خودت سورپرایز شی. گفتیم سورپرایزی باشه. من خودم رو آیدیده اونقدر پول داشتیم می‌خواستم براش بزنم پولا. نه بابا دمت گرم واقعا. بیر قدر رفیقاتو بدون. آقا هم یه دونه باشه. من برم ویدیو رو اتمام کنم یه خداحافظی کنم. اوکی با بچه‌های توی خونه. قربونت برم. آقا رسیدیم به انتهای ویدیو. ببین رفاقت رو ببین. ولی حاجی محسن یه پیام دارم برای یه پیام دارم برای پارسالیپ عزیز. امیدوارم تا اینجای ویدیو از این ویدیو لذت برده باشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و این زنگوله این دفعه بزنین. داداش این دست من نمیده، دست تو بخواد بده. مورتی داداش من وقتی میگم اینو بذار اینجا، بذار اینجا نه که ببری اونجا. بچه‌ها راستی شخصیتم به همین مورتی که میگم همین که الان بهش زنگ زدیم شخصیتم قرار شده برای خودش بسازه. اینجاست قرار شده ببینین برگاتون بریزه. خب آقا خلاصه که امیدوارم لذت برده باشین و تا یه ویدیو دیگه پیس اوت.